این همه لادین. آب گل ینتاق. آب گل ینتاق برای نیست کردن چرب جگر، رقیق ساختن خون و ریزاندن سنگ گرده مفید است. آب گل ینتاق بیماری های راه پیشابدان، بیماری های سرایت جگر و زرداب سر معده را نیست می کند. از قدیم آب گل ینتاق را در طب مشرق به فراوانی استفاده می کردند. ما مواد کاملا طبیعی را به شما پیشکش می کنیم. از داروخانه ها و فروشگاه ها به دست بیارید. سلام عرض می دارم با کل دوستداران برنامه ناگفته ها در هر جای دنیا که هستند. اصلا نسل نورویده، نسل نورسیده، آدمان سن سال ما رو فکر میکنند که ما از این نوگانی های تکنولوژی، از اینترنت و این بلاها آگاه نیستیم، عقب مانده ایم. اما نه ما اینستاگرام همون رو پیش میبریم، در فیسبوک فعال هستیم، حتی در تیک تاک بازی های جالب رو انجام میدهیم. این اشتباه هست. امروز من نفری رو به برنامه دعوت کردم که قالب شکن است در هر مسئله. وقتی که روزنامه نگاری میکرد با قالب شکنی هایش به دل مردم راه یافت و آمد به مسیر آوازخوانی. اینجا نیز خیلی قالب شکن بود و اکنون سال ما چون به جای میرسد یواش یواش به اصطلاح ایرانی ها، ولی از زمانه عقب نمیمانیم. همیشه در سوشال میدیا من و زیادین را پیدا کردن ممکن است. سلام زیادین جان. سلام علیکم. درود بر شما. تشکر برای دعوت. خیلی خوش اومدی. سلامت باشید. چرا غمگینی؟ نمیخندی؟ یا تصمیم گرفتی که امروز با من پرخاش میکنی؟ شما فکر میکنید که من باید جانب شما بخندم، با تبسم بیام. شما باور میکنید که من 1 ساعت شما رو گفتم. 1 ساعت شما رو گفتم. این یک. و دوم میگه شما بیاد از شما صرف نظر میگم تو از جان من چی میخوای؟ نه جدی واقعا آرزو از جان شیرین من. نه اصلا اگر با شکایت بگذارم زیادین ببین، با شکایت بگذارم من از ساعت 12 انتظاری تو هستم اینجا. شما ساعتی 1 گفته. بله. بهتر ساعتی 1 گفته بودی. من گفتم از دروازه اساسی میدروی دست چپ. به هر صورت من آمدم تو را پیدا کردم. سوال من این است که از جان من چی میخواهی؟ من چی رو دیگر برای تو و شنونده تماشابین تو باید بگویم؟ تمام زندگیم را بود و نبود، دار و نادارم را پیش پایت گذاشتم. اشتباه میکنی. باز چی مانده است دیگر؟ خیلی چیزهای هستند که نگفته ای هنوز. چیزی رو که من صاحبش هستم نمیدونم تو از کجا. من میدونم. این نمیدونم چندم نگفته های ماست با زیادین، ولی چهارم است. ولی در 3 نگفته ها من دیگر اینترویو های زیادین رو در نظر ندارم که در شکل راندوو از اینجا یا جای دیگر از تلویزیون رادیو ها پخش شد. نه، در برنامه نگفته ها راجع به ازدواج خودش که چطور زن گرفت، خوش کرده گرفت یا نه، این حرفا رو نگفته است. پس مسئله گذاری که کردی مسئله همین باشد. چرا دانستن میخواید شما؟ میخواهم بدونید که من ازدواج کردم. بله، این قصه رو همراه همسرم رفتم داخل اتاق. بعد چی شد؟ شما همین رو دانستن میخواید؟ من میدونم شما از برای سوال. نه، ازدواج یک امر معمولی است. من میتونم این سوال رو برای شما بدیم. باشد. چرا زندگی آرزو عیسی برای انسان ها معماست؟ برای من معماست. چرا من درباره آرزو چیزی نمیدونم بجز اینکه یک روزنامه‌نگار یک سوال است. کی با برنامه من رو دعوت کردی؟ گفتم نخواستی. کی؟ با امروز با پگاه هیچ وقت نبود. این گونه پیشنهاد نبود. این گونه پیشنهاد از طرف تو صدا نداده بود. هیچ وقت سالها عنوان گذاری کرده که ناگفته های آرزوی عیسی، گفت تمام ناگفته های آرزوی عیسی که اصلا در اونجا ناگفته نبود. 120 سال است که در رادیو کار میکنی. کی من رو دعوت کردی که من نگفتم؟ من میخوام با صحبت شخصی دعوت کنم. باز توپ داده از این ورطه خود رو رها میکند. خیر اکنون میرسد روزی که با تبسم کرد. گفت تبسم نمیکند. سلام علیکم. تبسم کرد. اصلا بعض آیین دوست میداره که زندگی یک نفر برملا باشد برای نفرهای دیگر.
دوست داری به اسرار زندگی یک نفر ناخن بزنی؟ از خوردی انسان‌هایی که روی صحنه میآیند با یک جهان زیبایی، زندگیشون برای من پس جالب است. آماده هستم که قصه ازدواج، یعنی من از جست و گریزان از جای شنیدم که مجبور اون دختر رو به تو دادند تا دست پاش رو بستن به خانه من آوردن. همین شما همین رو میخواید حتما سرلوحش چنین باشد. دست پای دختر رو بستن به خانه ضیاءالدین نورزاد آوردن. ازدواج من از چی شروع شد؟ ماه نوامبر صورت گرفت. کدام سال؟ طوری ناگهانی. بعد از گذشت مادرم، پدرم میخواست مرا عائله دار کنه. تا آن که من خانه دار شدم، رحمتی 2 مرتبه خانه دار شد. نوشش بود، حلالش بود، توانست مردک. و اکنون نوبت به من رسید و باید من کی را بگیرم. سری دو راه ماندیم، اینه اونه. من یک نفر دختر رو در مکتب میانه درس میدادم. برادر بزرگش هم صنفم بود. یک شب من خواب دیدم پیش از 1 سال ازدواجم که در یک کوچه همراه همون هم صنفم محمد سعید رفته ایستادیم. وقتی که به گردش مکتب میرسیم، در دست هر دویمون جزدان است. و اون میگه تو جزدان را بگیر. میگم برای چی؟ من سمکه خودم را میبردارم. میگه کوری نمیبینی در دست من یک کودک دیگر است؟ میگم کودک مالی من نیست. میگه چه خیلی مالی تو نیست، این مال تو و مال خواهر من است. گفتم نه. با تردید با ترس از خواب بیدار شدم. این چی خوبه؟ نمیدونم. خواب هم وحی پیغمبر است. همین خواب عملی شد و من تیر ماه سال 1999 ماه نوامبر خانه دار شدم با همان دختر. و از این ازدواج که طور شما میگوید که مجبوری است، شاید 50 در 50 با فکر شما راضی شده میتونم. لیکن الان شکر میکنم که با همین دختر من ازدواج کردم. برمیگردیم سری اون چیزی که گفتید 50 در 50، یعنی نمیخواستم ازدواج کردم چون هر روز در خانه شون بودم، هر روز. بعدی مادرش که با مادری من رشته خشتباری داشت، میدید که من یکم زیاد محزون هستم، ضیق هستم، مایوس میگردم. همیشه کوشش میکرد که با بهانه دل مرا به دست بیارد. مثلا در چله زمستان برای من یک خوش انگور می آورد، پنهان از فرزندانش میداد، سرم رو سیله میکرد. برادر بزرگی همسرم یکی از رفیقان خیلی قدردان و نزدیکی من بود و من نمیخواستم که با خواهر دوستم ازدواج کنم، یعنی که مثل یک خیانتکار به نظر پدید آیم. همین گونه بود آن وقتا فکری من و همیشه در فکر بودم که همسنفم چی میگوید. میگه خانه ما برای چی میومده است؟ چشم چرانی میومد و خواهرم چشم بد داشته است. همین گونه فکرها بود. ماه نوامبر ما ازدواج کردیم. بعدتر فهمیدم که او هم خوشحال شده است از همین ازدواج. ماه نوامبر روزی 18 یکی از همسایه های ما حکمت شاه خانه دار شد. هوا نمی خیلی آفتابی، آسمان صاف، کبود، نیلی. خوشحال شدم. روز 19 همسنفم عبدالحلیم که در یک دانشگاه تحصیل میکردیم او خانه دار شد. مراسم ازدواجی دایر شد. هوا بازم صاف، آفتاب میدرخشد. روز 20 فرا رسید. صبح از خواب برخاستم، از پنجره خانه نگاه میکنم، آسمان ظلمات، برف و باران بر سرم. ناهنجار روزی شدم، تو یاد زیق شدم. گفتم مردم واقعا درست میگویند که همین صغیره را، یتیم را از بالای شتر سگ میگزد. گفتم من طالع ندارم، پیشانی ندارم. رفتم دنبال کارهای خود. باور میکنی آرزو، وقتی که ساعت 1 شد، تقریبا به 2 نزدیک میشد، داخل خانه به من خواهر بزرگم جامعه بپوشاند. من بیرون آمدم، هوا رو نگاه میکنم، آفتاب جانب من میخندد. اون ابرها کجا شدن، ژاله کجا شد، برف کجا شد، من نمیدونم. بعد رفتیم دختر رو آوردیم. آوازخوان‌های من نمیدونم از کدام منطقه پدرم دعوت کرده بود. 1 ساعت مناجات خوندن، 6 مقام خوندن. اون وقت پیشتر توی‌ها خیلی زیاد دوام میکرد. بعد شروع کرد به آه کنی مرغ کم کنی، بیچاره مرغ کم کنی. نگاه کنم همسین پایم منو خیلی خواب رفت ایستادم. بعد اکم رو دعوت کردم، گفتم که از برای ثواب رو او را گوید که مرغک خانی رو بس کند، یک چیزی شوخ و شاداب کی بود آوازخوان؟
یادم نیست. یک مرد که میان سال بود. از اهل محل؟ نه، یکی از شهر پنجکند بود بگم. تا حالا میگن آه کنی مرغ کم کنی. با تستر نمیخواند که مردم رقص کنند. آه کنی مرغ کم کنی بیچاره مرغ کم کنی. کشیش دودا. ازدواج ما همین گونه صورت گرفته بود که خواب من به حقیقت مبدل شد. اصلا من به خواب ها باور ندارم، لیکن به همین خواب باور کردم. یک آدمی هستم که مثلا به شگون ها باور ندارم. مثلا میگن جارو برو در پس خانه راست نمان، یا که عطسه نزن، با پای چپ یا پای راست. بله بله بله، این گونه رفتار نکن. من به این چیزا باور ندارم، به این عمل ها، لیکن خوابم عملی شد. و امروز یک لحظه، امروز روزی که ما برنامه رو ثبت میکنیم در تقویم 13 است. 13 ماه سپتامبر است. وقتی که 2 روز پیش 3 روز پیش با زیادین گفتگو کردم و تکلیف در میان گذاشتم که به برنامه بیاید، گفتم کی میتونی بیای؟ میتونی فردا بیای، پس فردا بیای. از میان همه روزها گفت همین روز نحس رو انتخاب میکنیم. یعنی 13 همین ارقام 13 در چشم خیلی ها نحس می نماید و حالا میگوید که خرافاتی نیستم، ولی واقعا خرافاتی نیستم. ولی چرا 13 را نحس گفتی؟ این درمان است. این بازمانده از مردم روس است. اگر توجه کرده باشید، آنها رقم 13 را رقم بی‌خاصیت می‌حسابند. همین در ذهنم خطور کرده، در ذهنم نشسته است و گفتم رقم 13 شاید رقم بی‌خاصیت است. اصلا شما، من میدونم که خرافاتی نیستید، من نیستم، شهرت جان نیست، امام جان نیست، نفرهای دیگر نیستم، لیکن وجود انسان چنین ساخته شده است که خواه‌ناخواه گاه یکی باور میکنی به یگان چیز. رقم 13 تفصیلاتش دور و دراز است، ولی اگر شما سوال دیگر داشته باشید من آماده هستم که پاسخ بگیرم. مثلا 13 این روزی تولد سفر محمد رستم است که این رقم رو سفر محمد خیلی دوست می‌دارد. برای اینکه سفر محمد در اون روز زاده شده است، من تولد نشدم در اون روز. برای سفر محمد این روز مبارک باشد. اگر سفر محمد در همین روز تولد شده، ولی ماهش دیگر است، روزش فقط 13 است. بگذار من من بعد این رقم رو دوست خواهم داشت، چون سفر محمد یک آوازخوان خیلی خوب است و فرزند دوستی خوبی من افسانه است. هم بچه خوب است و خیلی بناموس است، خیلی شرفمند است، با اراده است. من یک روز در صفحه تیک تاک با افسانه صحبت داشتیم، چون تقریبا با افسانه همسن سال است، مدتی خیلی زیاد در رادیو هم دیدار می‌دیدیم، فعالیت کاری انجام می‌دادیم، گاه با هم شوخی می‌کردیم و او گفت که یک روز شوخیامون از حد کم می‌گذشت که سفر محمد سایه‌اش پشت سرم پیدا شد. بعد گفت مام چرا با خود اجازه میدی که با تو چنین رفتار کنند؟ بعد افسانه گفت که این دوست نزدیکی من است، دوست خوبی من است. چی من مگر حقی با دوستام شوخی کردن، خندیدن ندارم؟ آخر من که زندگیم را پیش پای شما موندم، تمام خوشی های زندگیم را، روزگارم را همه شاهد هستند که افسانه برای فرزنداش چی کرده است. بعد مام اگر تو با همین صحبت خوشحال هستی یا زن، من طرفدار صحبت های شما هستم. در تیک تاک با افسانه ما زیاد صحبت میکردیم. موضوع تیک تاک رو میخواستم بپرسم. خیلی صمیمی بود، در دایره آداب بود، اخلاق بود. موضوع ما وطن بود، ملت بود، فرزندانمون بود، زندگی شخصیمون بود، سوال و جواب بود، شعر بود، سرود بود. وقتی که با افسانه صحبت میکردم تقریبا 800,000 1,500,000 اودیتوریوم جمع میشد. ما رو با گوش جان، با راحتی تمام گوش میکردن، لیکن حاضر فسق و فساد زیاد است. یک سوال، با فیروزه برند نیز راجع به مادر و وطن و این ارزش ها صحبت کردی در تیک تاک؟ ببین تفاوتی را از کجاست تا به کجا. اصلا من با فیروزه مشکل ندارم. ما در تیک تاک فقط مسائل وطن و مادر رو میبرداشتیم، چون با فیروزه برند نیز در تیک تاک پدید آمدی. این رو میخواهم بپرسم که با اون نیز در همین موضوع مادر و وطن فیروزه با صحبت ما چی دخل داره؟ نه اصلا که سوال به شما. نه تیک تاک این موضوع تیک تاک است. من در مورد افسانه حرف زده ایستادم. باشد موضوع افسانه رو با هر کس موافق ذوقش، درکش، احساسش، بینیشش، جهان بینیش صحبت میکنه. ادامه بده. و فیروزه یک همصحبت تصادفی من بود. اصلا که من با فیروزه برند میگویم. بله. مشکل ندارم.
او درخواست صحبت روان کرد، من قبول کردم. صحبت من چی گفتید؟ حال صبر کنید. شما 9 ماه شما 7 ماه تولد شده. عذر از گناهت گذشتم. این سو گذشت. یک صحبت تصادفی بود. من هم ژورنالیست هستم، شما هم. ژورنالیست چی میپرسد؟ در مورد زندگی میپرسد. برای من جالب بود که آیا شوهر دارد، فرزند دارد، پدر و مادرش کجاست، اهلی کجاست. و فقط به یک نقطه اشارت کردم که فیروزه خواهرم، به عنوان یک خواهر مناسبت کردم. حرفی بد نگو، دشنام نکن، حقارت نکن، زیرا این چیزها برازنده یک زن، خاصه زنی تاجیک نیست. تو گاه زیاده روی میکنی. خب فیروزه را که میشناسید، لیکن در دوام صحبت میگویند کج بشین راست بگو. من یگان حرف ناجا عنوانی خودم در فیروزه ندیدم، از فیروزه انیخترش نشنیدم. و من انتها گفتم که فرزند داری؟ گفت بله. گفتم چند ساله است؟ گفت تقریبا 8 میخواند یا 9 میخواند. گفتم فیروزه خیلی فرزندی کلان. به خود بیا. و جوان مرد است. امروز یا پگاه مردی برکمال میشود. عکسای تو، حرفای تو، مثلا بدگفتاری های تو در صفحه اینترنت به سالیان زیاد باقی میماند. فرزند تو جوره دارد، همسنف دارد، رفیق دارد، خویش و تباری هست، خجالت میکشد. نمیدم چه حرفای گفتو. بعد در مورد زندگیش پرسیدم که گفت من ازدواج کردم و با همین صحبتی ما به پایان رسید. و در طول 10 دقیقه که با هم صحبت داشتیم، در تابلوی تلفن من یگان اسمس خوشبین کننده نکبین ندیدم نسبت فیروزه. همه دشنام، همه حقارت. پس پیش خود سوال دادم که همین دختر 10 دقیقه با من صحبت کرد، جانب من البته حرفی ناجا نگفت. این قدر بدبینی، این قدر نفرت از کجاست؟ یعنی از کوزه ترابد هر اون چیزی که درست. فیروزه رو به این حال کی آورد؟ شاید شما؟ چرا؟ من نمیشناسم. نمیشناسی ولی در بالاش از من میپرسه. توجه دارم این کنجکاویتم بالا گرفت. بله. نشد که به برنامه ناگفته ها دعوت کنی؟ نه نخواستم. نخواسته؟ چون که الفاظ قبیح زیاد میزند فیروزه. خیال میکنم که شاید کسلمند است، کمی بیمار است، شاید در مغزش یک نقص، یک نارسایی دارد. من همین گونه پذیرفتم، چون که نمیتواند یک زنی تقریبا 40 ساله چنین شیوه رو بله من اختیار بکند. جانبدار گفته‌های شما هستم. خوب شد که شما گفتید این حرف رو. فردا فیروزه باز از من دامنگیر نمیشود. لیکن همه چیز باید در دایره آداب و اخلاق باشد. درست. شما اشاره میکنید به تیک تاک نشستن من. شما چرا به تیک تاک نمیرید؟ شما مگر این وطن رو دوست نمیدارید؟ این ملت رو دوست نمیدارید؟ چرا دوست داری وطن رو با چنکی تیک تاک چن میکنید شما؟ در حجم تیک تاک فقط در حجم تیک تاک نیست. در حجم تیک تاک نیست. نمیشود وطن رو به تیک تاک دوست داشت. یک لحظه بله میشود. منظور من دیگر چیز است. شما حرف رو دیگر سو نبرید. تیک تاک برای چی جای بی‌سوادها شد؟ برای چی جای حرفی خوب را حرفی بد گرفت؟ شما خیش را کنار گرفتید. آرزوی عیسی نیست، سبحان جلیل نیست. اونقدری که در تیک تاک هستی، در اینستاگرام و یوتیوب نیستی؟ هستم، بودم، ولی الان در تیک تاک نیستم. مدتی خیلی زیاد است که نیستم در تیک تاک. چرا؟ با هر خوب سبب ها زیاد هستند. چی سبب؟ را بگم مثلا همان یک صحبت یک لحظه نه که فیروزه درخواست روان کرد، من قبول کردم، سر و صداها به میان آورد. مثال حالا که اونجا من به حیث شنونده بودم، روزنامه‌نگارانی چون شما، سبحان جلیل، رجب میرزا، خورشید عطاالله، از آنهایی که میشناسم، مثلا بحرالدین صبور، شاید بختاور، خیلی زیاد است. از خانم ها مثلا نصیبه بانو، حتی خودی صبرینه. اگر شما همراه من بیایید به تیک تاک، زمین و زمان گل میکنه. شما شعر میخونید، شما هر گونه محفل ها دایر میکنید، اونجا دیگر برای بد اخلاقا جای نمیماند. شما فضا را خالی گذاشته.
من امکان ندارم چون که مجالش رو ندارم چون که برنامه رو ما میسازیم ادیت میکنیم پیشکش میکنیم و باز ساعت 12 به 1 شب با زیو اطراف بعضی سرودها کارهای رو انجام میدهیم یادت باشد یک سرود خیلی خوب نوشت آرزو برای من با نام نمک نشناس که روزهای نزدیک در برنامه کنسرتی اجرا می شود. یک پارش رو زمزمه میکنیم زیو جان. باشد. نمک نشناس. بیا تلفن رو بینم یک لحظه. بیا. این جوان کی است؟ این جوان بعد معرفی میکنم از شما با در علاهیدگی حاضر کارمون بود شود. یک لحظه. محمد نام داره شاگرد است. نمک خوردی نمک دانم شکستی تو از من رفتی و با کی نشستی زدی خنجر به پشتم رفیق جان نفهمیدم بگو آخر کی هستی وای ای نمک نشناس ای نمک نشناس ای نمک نشناس ای نمک نشناس زمان بری تو تیلا بودم من با چشم دست همه بالا بودم من ندانستم که در بازار فندک چی ارزان پارچه کالا بودم من چی ارزان پارچه کالا بودم من ای نمک نشناس ای نمک نشناس ای نمک نشناس ای نمک نشناس. از شما تشکر. این کاری مشترک ما با زیو جان است که در دل شبها تولید شد و مثل من شما هم منتظر این ترانه میمانید. ترانه که نشر شد حتما پیشکش شما میگردد در شبکه یوتیوب زیو. البته با حرف گفتن از دوستی از رفاقت از آدمیت با سخن ناب گفتن با حرف از مادر و پدر و محبت خواهر و برادر گفتن حرف از وطن و ملت گفتن من اودیتور خود رو به 210,000 رساندم. چرا دیگرها نمیکنند این کارو؟ چرا ما همگی خیپ ما فقط باید دشنام باشد یا دیوانگی باشد دیوانگی باشد. راضیم. زیو موضوع تیک تاک تاخیر نرفت میخوام برگردیم با موضوع تیک تاک. این قدر برای شما جالب باشه جالب است که با تمام سوالهای خش پاسخ میگیرید. شماها مثلا از خوب میخیزید در یک جایی که موافق هست برای ثبت یا نیست ریزش نور مطابق هست یا نیست درست هست یا نیست از لحاظ قاعده های نواربرداری هر گونه‌ای که خواستید ثبت میکنید. چرا شما با خودتون اجازه میدید که در همین شرایط در چنین یک وضع ناگواری که اصلا ثبت کردن ممکن نیست ثبت میکنید خود را؟ با اون خاطر که من قالبی بودن نمیخواهم. چیزهایی که صنعی ساخته میشوند من دوست ندارم. مثل که مثلا تو در یک نوار یک دیوانی فاخر را میآوری و هم ترغیب میکنی و هم صحبتت مینشیند با کر و فر سلام علیکم. من این گونه چیزها را دوست ندارم. میخوام از شیک بودن دارم خیلی عادی باشم. زیو من فهمیدم شما همون دیوانهای فراخی که میگویی دوست نمیدارم در خانه‌ات هست و در یکی از خانه‌هایت هست در تمامش نیست. خب حالا من از جایم برمیخیزم. شورا جان مرا التماس خر نکن زیو. خر نمیکنم. شورا جان یک لحظه سر تا پایم رو بگیر. کجای استایل من ناموافق است؟ کجاش نازیباست؟ بهترین هست و من گفتم برای یک مردی که سینش از 50 بالا گذشته است همین کفایت نیست؟ شما از جان غریبی من چی میخواید؟ نه همون نوارهایی که در تیک تاک پیشکش میکنید مثل آن است که روی ناشسته میبرید. استغفرالله. زیو جان التماس خر افسانه رستم زیاویدین نورزاد
افرادی هستند که زود زود در تیک توک خب نما کار نمیکنم، نشری لایف انجام میدادن. حرفات جان داره. گاه حالتای میشود که با دست خواستم میدونی با نفرهایی که عموما او را دیدن نمیخواهی، مخصوص او را با صحبتی روبرو دعوت میکنی تا روی نوشته تو را ببیند. خب از شوخی بگذاریم. از شوخی بگذاریم. تیک توک پول میدهد؟ بالاتر گفتم که من قالبی بودن نمیخواهم. شما میدونید که در طول 20 سال فعالیت ایجادی من یگان بار برنامه های کنسرتی من خالی نبود. میدونید برای چی؟ برای اینکه من در کوچه هم یک خیل هستم، در صحنه هم یک خیل هستم، در خانه هم یک خیل هستم، با همه یک خیل مناسبت میکنم. هیچگاه پای آرایش نیستم، پای ظاهر نیستم و شعار من این است که صورتت را چی کنم گر تو نداری سیرت، من به یک جو نخرم صورت بمعنی را. بار اول تیک تاک آمدم، بسم الله گفتم و وارد شدم. یک نوار کردم همراه پسرچم، یک نفر دختر با نام بناز نوشت و اقبه زبی و من جواب دادم خواهرم بهتر اون است که یک بار با آینه خودت را بینگری. این شرطی اول. دوم این که برای مرد زیبا بودن، فاخر بودن، زیبا پوشیدن، خود را آرا دادن آنقدر خوب نیست. میگویند که مرد باید گرگرو باشد، زن گلرو. همین قدر پاسخ من بود در جواب حرفی و زیاده از 3000 کامنت اونجا است که یگان نفر از آن دختر جانبداری نکرده است، حمایت نکرد. تقریبا 2 میلیون نفر از اون دیدن کرده است. اگر من روزی دراز استایل بگویم یا که لباسای فاخر بپوشم، بازار نروم، اوچار نروم، کارهای خانم را خودم انجام ندهم یا پشت دری خانم را که هر روز از بالا پرتاب میپرتن گاه خم شده من خودم نگیرم، پس من زیان نیستم. من زیادین نورزاد بودن نمیتونم. من همون گونه‌ای که هستم خودم را دوست میدارم. لیکن امروز برای شما مخصوص خودم را آماده کردم. به همین خاطر میدونستم که شما هم مثال را میدید. به قبل تیک توک خزینه خیلی عظیمی جدا میکند برای کاربرانش، آوازه ها هست، درست است؟ لیکن من در اومدم در اونجا چند مملکت های هستند که شاملند و چند مملکت شامل نیست. چگونه است؟ همین رو با من بفرمایید جان. این تفصیلاتش خیلی دور و دراز است. در مورد پول گفته تو میدیا، من 2 خلطه جمع کردم، یکش برای شماست. میتونید دیگه آماده گیرید. امروز سارکازم، زهر از طرف زیا. در این باره عرض جان معلومات ندارم که آیا پول میدید یا نه. منظور من فقط این بود که یک کانتنت خوب شدن برای تماشابین که زیق نشود. وقتی که من تیک تاک آمدم به تعریف تیک تاک گل کرده بود. چون من اونجا شعر میخوندم. اونجا من درباره مادرم حرف میزدم، درباره رنجایی که در زندگی کشیدم و پسی سر کردم، از کجا برخواستم به کجا رسیدم. برای مردم خیلی جالب بود. لیکن من باور دارم آرزو که اگر تو بیای تیک تاک یک چمنستان میشود. اونجا یک مکانی شعر میشود، مکانی غزل میشود، مکانی سرود میشود، مکانی حاضر جوابی میشود، مکانی مثلا بیانی قصه های خیلی خیلی جالب میشود. من میدونی کدام شیوه تیک تاک برای من پسند بود؟ تصادفاً یک دختر با من درخواست روان میکند، مهمان میشود. من از او میپرسم چی نام داری؟ میگوید سلامت. در کجا زندگی میکنی خواهرم؟ در مسکو. چرا اونجا؟ تاجیکستان را یاد نکردی؟ یاد کردم اکا. چرا با من خواستی صحبت کنی؟ دلم خواست. خانه داری؟ دارم. در کجا؟ در مسکو. اوه آفرین. کی کمک کرد؟ خودم کار میکنم، برادرهایم کمک کردن. شوهرت هست؟ خاموشی. یک خاموشی تضییق آور و خیلی طولانی دلگیر کننده. خواهرم شوهر داری؟ نه خیر. خانه بختم سوخت. من از شوهرم جدا شدم. فرزند داری؟ بله. 2 تا. یکی 17 ساله، دیگری 15 ساله و هر 2 پسر. در دوشنبه هم خانه دارم. برای چی از شوهرت جدا شدی؟ به صبری کردم. تحمل نکردم. خواهرم
آیا میخواهی به عوض خانه‌ای که در شهر مسکو داری، به عوض دارایی‌هایی که داری، به عوض اون شاید 2 خانه گفت یا 1 خانه انیق یادم نیست در مرکز شهر دوشنبه داری، به روزگار قبلی برگردی در بهای همین چیزها؟ گفت آره، میخوام که همش را از من بگیرن، نه خانه مسکو نه خانه‌ای که در مرکز شهر در دوشنبه دارم. چی میخوای؟ گفتم گفت بالای سر فرزندام پدر میخواهم. من همین گونه صحبت ها رو انجام میدادم. برای شما پسند است؟ آره خیلی. شورا جان پسند است برای شما؟ من فکر میکنم که این گونه صحبت ها برای همه پسند است. من همین گونه رفتار میکردم. فقط یک اشتباه کوچکی که انجام دادم، ثبت صحبت من با فیروزه را گرفتن خیب کردن. علت در تیک تاک نیست، علت در اینستاگرام یا یوتیوب یا دیگر سوشال مدیا نیست، علت در خود ماست. یعنی ما جوهر خود را، جهان خود را، باطن خود را گرفتیم ریختیم در سوشال مدیا. چیزی که در درونمان هست برآوردیم و نشان دادیم. یعنی همین است چهره اصلی انسان. اول میگفتند که اگر انسان را شناختن بخواهی با عمق چشمانش نظر بکن، با طرز زندگیش نظر بکن. ولی حالا نه، اگر بخواهی که انسان را خوبتر بشناسی با اکاونتش سر بزن و ببین که چی کشته است و چی گفته است. یعنی سوشال مدیا اکنون مثل یک آینه هست که در آن آینه انسان سیمای باطنی خودش را به معرض تماشا میگذارد. من در این گفته های ضیاءالدین نورزاد یک ذره شک ندارم، 100% راضیم. من احساس تنهایی کردم، برای چی از تیک تاک دور شدم یک مدت. احساس تنهایی کردم، هم صحبت خوب نیافتم. اونه که درک معنی کند، درک ظرافت کند، اونه که با او بتوان مدت‌ها در مورد محبت مادر حرف بزنی، در بعضی مسائل مربوط به زندگی شخصی صحبت کنی، این گونه کم است. ولی درست گفتی که این میدان خالی است، یعنی این خالیگاه چیزی ندارد. چرا فقط از من میپرسی که در تیک تاک نیستی و این خالیگاه رو گذاشتید به هر نفری که میارزد و نمیارزد؟ ولی در عرصه سیاست نیز وکیلان، وظیفه‌داران، صاحب منصبان چرا نمیکشایند اکاونت های رسمی خود را در سوشال مدیا و حمایت نمیکنند از این ارزش های بلند ولی تماشا میکنند وطنداری و سرزمینداری؟ با چند نفر مقامدار در صحبت بودم، واقعا گفتن ما صحبتات را گوش میکنیم، خیلی صحبت های خوب انجام میدی. من از زبان آنها شنیدم که دنبالگیری میکنند، گوش میکنند. خب دنیا دیگر به صاحب نیست، همه چی حد و اندازه دارد. انسان برای هر یک سخنی گفتهش باید جوابگر باشد. اگر نفری حقارت کرد، دشنام کرد، باید سزای کارش را ببیند. یا شما راضی نیستید؟ راضیم. همین گونه است. همه باید از روی معیارهای انسانی باشد، قانونهای عمل کننده در جمهوری تاجیکستان. سگمنت تاجیکی سوشال مدیا از آن جمله تیک تاک برایت پسند است یا نه؟ نه. چیش پسند نیست؟ دشنام زیاد است، حقارت زیاد است. بعد از ساعت 12 یکی شب اون طرف دخترچه هایی که شاید پدرهاشون در مسافرت هستند صحبت میکنن در خلوت، حرفای ناشایان میزنن. من خجالت میشم، من درونم آتش میگیرد. یا که وقتی که صحبت های انجام میدن، گستیوای میکنن، یک مهمانخانه تشکیل میکنن و رفیقانشون رو دعوت میکنن، با هم جنگ میکنن، برام پسند نیست، خیلی دلخور میشم. چیش خوب است اگر از لحاظ خوبیش این مسئله رو در میان بگذاریم؟ مثلا بعضا از رالیک های تربیوی که میکنند همان هم خیلی کم، همان خوب. بعد ظرافت هایش رو دوست میدارم، ظرافت هایی که گاه گاه در تیک تاک هست. و من اونجا تیک تاک یک پلتفرمی هست که مثلا با هر چیزی که میل داری به همان تو میتوانی اعضا بشوی. زیو میبینیم که هزارها نفر در تیک تاک اندیشه های خود را فرو میریزند و شب تا روز در پای گفتگوها می نشینند در تیک تاک. از اینجا برمیاد که سوشال مدیا قدرت جامعه سازی دارد. البته چرا نه؟ قوه خیلی بزرگ است. دارد.
مثلا ببینید که مثلا وقت یک خودی من وقتی که افیر میکردم اول حدودی 2000 نفر جمع میشد. من میتونستم با 2000 نفر صحبت کنم، در مورد محبت وطن حرف زنم، در مورد مادر، خصوصا دلخواه موضوع رو میتونستم مطرح بکنم، باشون در میان بگذارم و آنها رو به صحبت دعوت کنم، به صحبت رو در رو دعوت کنم. لیکن وقتی آخر چنین به نظر میرسد که یک دشنام خانه است. درست است که مردم به دنبال دریافت حقیقت به سوشال مدیا سر میزنند. شروع از فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب و غیره، توییتر. نه، از اونجا گرفتن نمیتوانند. از اونجا گرفتن نمیتوانند. در جایی که مثلا فقط دشنام است و حقارت است و حرف بد است و یگان آدمی سالم عقل نیست، کجا حقیقت میجویی؟ نیست مگرم پیج یا اینکه صحیفه هایی که اطلاعاتی باشند؟ نه من ندیدم. گاه اخباری بر دروغ می شود. باز اخبارهای هم می شود که خیلی روح بلند کننده هستند. به نزدیکی در جمهوری افغانستان به فکرم زمین لرزه به وقوع پیوست و خرابی هم به نظر می رسید و کمک های بشردوستانه از جمهوری ما تقریبا 100 ماشین روان کرده شد. من خیلی خوشحال شدم، میدونید، و از همه جنبه خوشحال کننده این بود برای من که خود مردمی سربلند افغان خودشون رولینگ میکنن، نوار میکنن، از مردم تاجیک منتداری میکنن و به هموطنهایشان میگفتند که ای هموطن، ای برادر، نگاه کن کی است برادری ما. یک نفر جوانه که دیگر بالا میشود، یک آدم بی اندیشه، بی ملاحظه، بی فکر، شاید ناخوانده، به سواد انیخترش و خطاب میکند: شما ببینید ما با شما چقدر کمک ها روان کردیم. کمک تو روان نکردی، تو فیس بینیت رو تازه کردن نمیتوانی. کمک رو حکومت جمهوری تاجیکستان روان کرد. یک خیلمینی عذر معذرت نمونید، همین گپ است. یک چیزی گساله چی میگویند شما خوبتر میدونید؟ ریخین. پادر رو حرام میکنه، سخن از زبان لقمان خوش، چون زبان شما حرفای زیشت رو برام با من بگذارم. پادر رو حرام میکند. آخر همون رو دیدن، خودی همون مردم منتگذاری دارن، دست بالای سینه هستن، میدونند که مثلا چقدر مردم تاجیک مردم خوب هستند، مهمان نواز هستند، در همه حالت دستگیری میکنن. حاجت نبود که یک جوانه که از زندگی بوی نبرده بالا بشه منت بگذاری. زیو راجع به زمین لرزه خیلی خوب گفتی. وقتی که همین چند پیش در رشتان زمین تاجیکستان زمین لرزه به وقوع پیوست، در مسیر غرم و حدود آن خانه های زیادی خراب شد. من رفتم اونجا، دیدم، ثبت کردیم. اولین نوارهایی که فرو ریخت و پیشکش مردم شد، این نوارهایی بودند که مردم با تلفن هاشون ثبت کردند و در سوشال مدیا ریختند. تقریبا 4-5 ماه پیش. من خوب یادم آمد، عذر میخوام، یادم آمد 4-5 ماه پیش یادم آمد، ولی من در صفحه تیک تاک به این چیز برخورد نکردم. پیش روی من نیامد. پیش رویت نیامد؟ بله، پیش رو شاید بود، پیش روی من نیامد. در دیگر صفحه اجتماعی دیدم، در فیسبوک انیقترش دیدم که در اونجا چند از همکسبان ما گذاشته بودن همین نوار. یعنی این حقیقت نیست؟ حرف ما درباره تیک تاک است. تو مرا دیوانه کردنی هستی. حرف ما در مورد تیک تاک بود که من گفتم آرزو من در تیک تاک ندیدم، در فیسبوک دیدم. اگر سوال رو تغییر بده بگو در فیسبوک دیدی؟ من میگم آره دیدم. من در مجموع سوشال مدیا گفتم همش رو. نه، تیک تاک رو در نظر داشتی. خب همش که سوشال مدیاست. خب چند پیش قبل از گفتگوزارمان اطراف سوشال مدیا گفتی که من زیاد نیستم، اگر بازار نروم، خریدی انجام ندهم، پیش خونه رو تازه نکنم، یک کاری رو انجام ندهم، من زیاد نیستم. یعنی بازار می روی؟ بله، برای یک نشست داشته، نشست میانی آوازخوان ها و همون قرطه بالای سری من تاب خورد و من باید همراه یک نفر آوازخوان دیگر به بازار می رفتیم و من زود از جای بلند شدم، گفتم من تیار هستم، آماده هستم. از در بیرون شدم، اون رفیقی که باید مرا همراهی میکرد
داخل حمام شد. خب نمیدونم چی کارهای را انجام داد، یعنی که خود را آرایش کرد، یک کپکه را به سرش کشید، اچکی ماند، به این کفایت نکرد، قناعت نکرد، باز ماسک ماند، نمارنیک ماند. با یک حالت عجایب الغرایب از خانه بیرون شد. من گفتم تو همون آدم هستی؟ که بله یکه. گفتم هم خوب بگذار اینا نگاه کن. میپرسد کی بود؟ شوره. پنجه نیف نبود؟ کی بود؟ پنجه نیف نبود؟ بگذار کسی باشد. خلاصه آمدیم بازار. نه اگر نامش رو بگیریم چی میشه؟ نه خیلی بد میشد. در همون جا هم سر به زیر افکنده بود. من چیکار کردم؟ با فروشنده ها مثل اپا و مثل برادر صحبت کردم. چیزی که ایشون شاید 50 سومان میگفتن برای من 20 سومان میدادن و همزمان با من عکس میگرفتن، لطف میکردن، محبت میکردن. من خیلی آزاد بودم، خیلی راحت بودم. حتی از نزد یک دکان پیراشکی فروشی میگذشتیم، دوران دانشجویی یادم زد. با گفتم بیا برادر پیراشکی میخورم. استغفر الله. نه شهزاد دوران؟ چرا شهزاد نه؟ شهزاد نه. شهزاد این گونه عادت ندارد. نه عادت ندارد و آری از کبر است. در بچگیش یکم شاید یک غرور ناجاحق داشت، نه که اون حالا خیلی بچه خوب است، یک مردی برکمال است، بهترین انسان. چرا زیاد میخوای بدونی کی است؟ جولی پس برای من نمیگویم. بگذار همین اسرار در دلت تا روزی مرگ تو رو عذاب دید. اما کی بود؟ خب من پیراشکی میخوردم، او گرسنه. من حالتی رو درک میکردم، با تمام اشتیاق میخواهد که بخورد لیکن نمیتواند، چون نه مورنیک دارد، اچکی دارد، شبکه دارد. باز دلم سوخت. 3-4 تا گرمک پیچاندم، اومدم در داخل ماشین دادم، مثل یک برچه‌ای که از آغیل سر میدی و سوی صحرا میدود. قدر گرسنه خورده ایستاده هستم. میموری اونجا مثل آدم ختیمه، مثل بچه آدم. مردم مرا میشناسن، مردم باید نبینن. مردم باید نبینن یعنی چی؟ تو هم یک جزوی مردم هستی. من تو مسکو رفتم، یادم هست یک نفر همون مراسم عروسی رو تشکیل کرده بود، به ما میگفت که به نزد مردم نروید، با مردم عکس نگیرید، با مردم سلام نکنید. شما گل است. شما هنرمندان نامدار هستید، نام دارید، عزت دارید، با مردم نزدیک نشوید. که من گفتم که اشتباه میکنی. من با مردم سربلندم، من با مردم بزرگم، من با مردم خودم را خوب حس میکنم. مونید مردم به پیش من بیان. من میخوام که با برادرهای خودم، هموطنهای خودم لحظه گفتگو داشته باشم، با ایشان عکس بگیرم، گفتگو بکنم. این قلاب قاعده هایشان رو شکستم و رفتم به ازدحام هموطنهای عزیزم و رقص، شادی، آغوش، جای گفتن هم نیست. بچه هایی که در مسکو هستن و در فدراسیون روسیه هستن همشون میدونند که من چگونه ام و هر سال چون میروم مثل که پیشی برادرهای خودم میروم. خیلی دوستشون میدارم. مردمی بودن خوب است. بله. چون جزو از مردم هستیم، از میان آنها برخواستیم. درست. تکبر، کبر، غرور هم حد اندازه داره. یک بار وقتی که من یک مدت بیماری طولانی شدم، رفتم نزد یک نفر، یک آدمی دانشمند که براش اعتقاد دارم. گفتم اکا حالت روحی و روانیم خوب نیست. فقط گفت که دادرم گفت بالای بد نباش که میافتی، افتادنش خیلی مشکل و سنگین است برای تو، میانت میشکنه. پایان هم نرو، زیر پای دیگران له میشوی. در میانه باش. در میانه بودن شاید همین همراه مردم بودن است. یعنی سر به زیر افکندن است، چون میگن سر خم را شمشیر نمیبرد. همین کبر، غرور، تکبر، آرزوجان چیزهایی هست که لباسی هست که در تن من نمیشد، اندازه تن من نیست. من ندارم، همین چیز رو ندارم. خیلی عالی است. در وجودم نیست. خیلی عالی است. زیا جان گفتی که پیش خانه رو تازه میکنم، اگر تازه نکنم من زیانه، یعنی از این کارها هم میکنی؟ بله. وقتی که من به محله زرافشان آمدم، در پشت خانه ما یک پرتوگاه بود. در پس خانه، همون خانه من 5 خانگی است، یک پرتوگاه بود که من را باغ کردم همراه با همسایم بهادر که یک انسان خیلی نجیب است، شریف است. چون بهادر بیل و کلند گرفتی؟ بیل و کلند؟ بله بیل دارم، کلند دارم. باغداری کردی؟
باغداری کردم، فقط گردش رو محکم نکردم چون ممکن نیست، از روی قانونهای شهرداری ممکن نیست. لیکن یک باغچه خیلی آباد و زیبا است، زیاده از 60 دانه ارچه دارد که قدش از قد ما و شما بلندتر است، علاکه ارچه های تنومند است. کسی میگذارد میگوید باغ زیاویدین و مردم مینشینند، گاه به هوس نگاه میکنند، به من نگاه میکنم، آب میدیم بگاهی ها. همین است دیگر. شما میگوید نکنم؟ نه بکنید. شاید این کار رو باید دوست بداری که بکنی. من مثلا میخوام که در اون باغ بروم و مالبرت بمانم، در سایه درختان نشسته رسم هم میکشم. من رسام خوبم هستم، افسوس که اینجا یگون چیز نگرفته، وگرنه هر دومون رسم میکشیدیم. درست است. یک روز پیشکش میکنیم، 2 مالبرت میاریم، منو زیا این منظره ها رو، چیزی که دلمون میخواهد تصویر میکنیم و شما میبینید. من شنیده بودم، برخوردارم از هنری رسامی زیاویدین. زیا جون از من نرنج، فقط یک روایت میانی دوستداران هنرت هست که گویا روز به طرف شهر بستانی خوجند توی می رفتید و در راه با همون میکرواتوبوسی که رفتید در مرکز ناحیه عینی ایستادید و خودتون بر اومدید 3-4 تا سمبوسه رو فرو بردید و با نوازنده هایی که در داخل ماشین بودند نخریدید ندادید. درست هستین؟ این افسانه های بزرگ جنگیلپا رو شما از کدام کتاب خوانده ایستاده؟ خب شنیدم دیگر. خیلی مردم هر چی میگن. من هم زیاد چیز شنیدم در مورد شما، لیکن باور نمیکنم. من همیشه یک عقیده دارم، آرزو بهترین انسان است، بچه خوب است، جوان مرد است، دست به خیر است، دست گشاده است. یکم دیوانگی ها دارد ولی به خودش زیبنده، شخصی با سواد است، کامل است. من این گونه فکر میکنم. درباره شما هر چی میگن، ولی من دلم باور نمیکنه، قلبم باور نمیکنه، چون من آرزو رو خیلی خوب میشناسم. آرزو بد بوده نمیتواند، آرزو کنجکاوی میکند، زندگی یک نفر دیگر رو تگرو میکند، لیکن انتها میآید و ببیند که در حال پراکنده شوی است. این آرزویی که من میشناسم پیش پایشان میفته، زاره میکند جدا نشوید، زندگی کنید. آرزو برای من همین گونه یک انسان است. من هیچگاه به حرف مردم گوش نمیکنم، شما هم گوش نکنید به حرف مردم. تو با چشمتون نبینید. شما دیدید فرو بردنی مرا مثل دیوی 7 کله و من اصلا 4 چشم. من اصلا ندیدم که چگونه غذا میخوری. حتی به همین خاطر شما به حرف مردم باور نکنید، مرا با چشم دلتان بشناسید، با چشم آرزو بنگرید به من، با چشم آرزو شناسید طوری که من شما را میشناسم. و علاوه بر این فرزندان من به شما اعتقاد خیلی سخت دارن. وقتی که اینجا می اومدم مهراب همراه هم بود، پسری کلانی هم. مهراب را میشناسم. دادا کجا می روید؟ گفتم پیش آرزو. گفت که با که آرزو سلام رسانید. سلام. وقتی که مهراب جان درود. هر وقت نواری توش رو تماشا میکند، یک جهان محبت و صمیمیت نثار خودت میکند پسرچم. و گفتم آرزو مهراب، همین آرزو چی سوال میداده باشد؟ سوالای گنده ندید و بسیار ملایم خنک. بعد یکی گفت که خیر صحبتمون هر گونه رفت. من گفتم بعد من آرزو رو میگم که گوش کن آرزو، اون در چاینیک رو در سرت مانده رقص میکنی، ایزا نمیکشی. من همین گونه میگم گفتم با آرزو. بعد گفتم آرزو چی میگفته باشه؟ بعد مهراب میگه آرزو میگه که کیف کردم. یعنی اگه آرزو میگه کیف کردم. به شما اعتقاد دارم. سپاس. گناه من فقط همین است که زندگی کردن میخواهم. بله. زندگی رو دوست میدارم. من شما رو خیلی خوب میفهمم. میخوام که در بر شما وایستم، تمام حرفایی که دارم دانه دانه دانه، ذره ذره، نسخه نقطه بچینم. لیکن زیا جان یک سوال از برنامه قبلی، پیش از این یک برنامه داشتیم. در اون برنامه گفتی که یک شب با همکاران مهمانی رفتی به سمت ولایت ختلان و ترسیدی، یک زن تو رو ترساند. نامه ای رو به تو پیشکش کرد. اونجا من یک سوال رو ندادم. وقتی که من برنامه رو تماشا کردم گفتم وای بر من، خودم رو نمیبخشم، من چرا این سوال رو ندادم؟ در اون نامه چی نوشته بود اون زن؟
من محتوای نامه رو نپرسیدم. گفتی که نامه رو دو غیب زد، دیدم که نیست، تلخ کف شدم. من گفتم یا نعوذ بالله. یادم است این برنامه رو ما زیاده 100 بار همراه فرزندو تماشا کردیم. من که کمتر اونها زیادتر میگردونن جوی همون که یا نعوذ بالله میگوییم. همه ما بنده خداوند هستیم، همه ما مسلمان هستیم، هرچی ننویسید بچه‌ها. هر کس به خودش ایمان دارد، ظرفیت دارد، شخصیت دارد، آبرو دارد. هم من، هم شما، هم آبرو. هرچی که اینجا گفته میشد به حیث یک هزل، یک شوخی است، شوخی دوستانه میانی من و آرزو. در نامه چی نوشته شده بود؟ سلام علیکم برادری عزیز و مهربانی من، خوش آمدید به ناحیه جیلیکول. مثلا در مورد برنامه ها، برنامه کی میداند داشتم، اونجا یک بخش بود گلبست که درباره همون برادرش که وفات کرده است ربایی های علمی نویسنده است که در برنامه تان بخونید. همین بود، دیگر چیزی نبود آنجا. دیگر چیزی نبود. در همون نامه همون بود. من فکر کردم که شاید عاشقانه بود. نه، اون زن از من خیلی بزرگسال بود. بابا شدی؟ بله، یک روز به سیفالله گفتم که بابا شدی مبارک شود. او هم مرا گفت که تو هم بابا شدی مبارک شود. بعد سیفالله به هزل گفت که ای زیا همین بابا شدیم آدم نشدیم. سیفالله جان سلامت باشی. این سیفالله 3 بار بابا شد، آدم رو از خنده میکشد. من 2 بار بابا شدم، هم از جانب فرزندی دختری هم از جانب فرزندی پسری. یکی از دیگری کوچولوتر و قشنگتر و زیباتر هستم. نمیدونم این حس چی حس است؟ این حس حالا برای شما آشنا نیست. اصلا من در ادبیات و در تذکره ها و در شعرها میبینم راجع به پدر محبت ها و نوشته ها و نگاشته ها کمترن در قیاس با جان مادر. درد نمیکند؟ درد میکنه. اینجا برای چی نشستیم؟ به خاطر فرزندانه؟ ولی سیمای پدر یک نوع دغل درشت است در قیاس با مادر. درست. اصلا با سختگیریش. از ازبکستان می اومدیم، در شاهراه شهرینو که یک شاهراه خیلی زیبا دارد انجیر میفروشن. من اصلا انجیر رو دوست میدارم، خاصه انجیری زرد رو. 2 کیلو خریدم، خانه آوردم، شوشتن نیمش را خوردیم، خیلی قسمتش زیادی کرد. یعنی برای این گفته ایستادم که پدر بودن یعنی چی؟ برای تقویت اندیشه های شما، برای جانبداری بازم از شما گفته ایستادم. با خماندهش ایستاده بود، رفتم کار. بعد از کار آمدم، طفلیم را بدر کرده ایستادم. هنوز به خانه وارد نشده، به خانه اساسی. صدای دخترچه‌ام بلند شد که میگفت اوچا همین انجیرها کمتر بدمزه‌اش از پرتویم. که همسرم نمیدونم با شوخی بده جدی میگفت نه ایمان داده دوزی از کار میاد میخوره. پدر بودن یعنی همین است. بعد وارد شد. سخت نرسید؟ نه، یکی مرا دید رنگ رویش کند خندید. من نمیرنجم از حرفای او. در تمام برنامه کانسرتی من زنها هستن. من افتخار میکنم. یک وقت میگفتن کامپیرها بودن، زنها بودن در برنامهش. طوری میگه با سرکزم، با کنایه، با پیسخند. ملال میشدم یک آرزو. حالا افتخار میکنم. حالا وقتی که شما یا شهرت یا تخمین یک نفر دیگر میگوید که در برنامهش زنها بودن یا کامپیر قامت خمیده بود، من میگم نه خیر. در برنامه من کامپیر نبود. در برنامه من خود زندگی شرکت داشت. یک زندگی 80 ساله. بله. یک مادری که 80 سال درد کشید، رنج کشید، تو را به وایه رساند، بزرگ کرد. خدا میداند که اون زن در این 80 سال چی روزها را از سر گذرانده است. چیزی که اونها میدانند ما و شما نمیدانیم. این منم که اونها را خوشحال میکنم، خرسند میکنم. حرف سری این هم میرود. و بالاتر گفتم که اصلا از اول دوست نداشتم که درباره همسرم گپ زنم، لیکن درباره فرزندهایم با افتخار گپ میزنم. مثلا پسرم مهراب دانشگاه طبی را بوجوی بود کرد، تمام کرد و پایان مبارکش باد. سلامت باشید برادرم. و 2 دخترچه دیگرم هم میخونن، شکر خدا. پسرچم الان در صنف 10 میخواند. زیا بچه ها رو ارکه نکرده؟ نه. چطور؟ شاید قسمت زیادی از مردم فکر میکنند که فرزندان من ارکه هستند، ارکه نیستند. ممکن از دیگر آسان ها ارکه باشند.
پسرشم در کورسی سوم میخوام. یک روز همسرم گفت که احوال مهراب اونقدر خوب نیست. گفتم چرا؟ گفت که یک فنی خیلی دشوار دارن، از سنجشی همان نگذشته است، باید دویم باره بسپارد. نمیدونم در حالت شاک افتاده است یا که بر اثر بیخوابی های زیاد که هر چی میخواند چیزی به سرش نمیدراید. خب من که عنوان یک پدر خواستم یک کم کمک رسانم. گفتم میرم دانشگاه، با معلمش حرف میزنم، با استادش و وضعیت را میفهمانم که یک کم گرفتاری دارد، مشکل دارد. خاطربینی نکند، به اندازه همان دانشش، سوادش بها گذارد. آمدم به دانشگاه ابوعلی ابن سینا، کافتم، اتاقشان را پیدا کردم. در باز بود، تمام دانشجویان نشستند. یکی چشمم به محراب افتاد، چشم محراب به من افتاد. دو سه رفیق جانبی در نگاه کرد و مرا شناخت. پسری من در کورس سوم میخواند، کسی نمیداند که او فرزندی من است. به یگان کس نگفته است، نه به استاداش نه به رفیقاش. اویا حیران شدند. صدا شنیدم که یک کس میگفت که این حافظه در پشتی در همین حافظه اکای زیادی نه. چرا نگفته است؟ محراب نمیدونم. محراب از اتاق بیرون شد، مثل که کودک می برداری، مرا هم خیلی آغوش کرد و التماس داده ندارید. اصلا که نمیخوام کسی داند که من فرزندی شما هستم. من میخوام که مرا همین خیلی احترام کنند. زیو برای من هم عجیب است که چرا نمیخواهد بداند، نمیخواهد مردم بداند که محراب فرزندی تو است. یعنی یک کاری ننگین است برایش پذیرفتن گفتن این حرف. از من افتخار میکند. میدونید ولی افتخار این گونه نیست. نه، چی میخواست او؟ بدتر من فهمیدم چی میخواست. من اینجا افتخار رو نمیبینم وقتی که میگوید که نه هیچ کس نفهمد که من پسری تو هستم. وقتی که من نزد استادش میروم، آخه میمونی گپ زنم، مرحمت، و از استادش خواهش میکنم که استاد لطفاً خاطر ما را ببینید، همین فرزندی من است، همین رو دستگیری کنید، بها گذارید. برای فرزندی من این کار ناشایم است. میگه پدر با کار من دخالت نکن، من میمیرم. گذشته از این گفتی که هم درسانش حتی نمیدونستند که پسری من است. این وضعیت رو من نمیدونم. شما شاید در همین کار چیزی خوب نمیبینید، لیکن من یک چیز خوب رو میبینم. لیکن شاید همین لحظه گفتن نتوانم. در فکر من این میآید که شاید ننگ میکند، آر میکند. شما مبالغه رو برای چی ننگ میکرده است؟ من اصلا نمیخوام جنگ بیاندازم شما رو. نه برای چی؟ پدر و پسر رو افتخار میکنید. شما شوراندازی رو بسیار دوست میدارید، موفق نمیشوید. من با معلومات شما رسانم که پسرم من خیلی دوست میدارد، از من افتخار میکنه. در کاری که من میکنم کاری ننگاور نیست. پس چرا به هم درسانش نمیگوید که من پسری ضیاءالدین نوروزادم؟ برای چی بگوید؟ با افتخار. برای چی پسری من میرفته است به هر یک استاد من بچه ضیاءالدین نوروزاد. اوکی جورا میدونی من بچه کی هستم؟ من بچه آرزوی عیسی هستم. برای شما پسند است؟ برای من پسند نیست. زندگی خودش رو کند، خودش رو بسازد. یک بیت خیلی خوب است که پدر خویش شو اگر مردی، گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خویش شو اگر مردی. پسرم در قبال من خیلی جوانمردتر است. من از گفتن این چیز ننگ نمیکنم. آرزو میفهمید یا نه؟ خیلی جوانمرد است، خیلی بچه باهوش و زرنگ است. خدا عمرش دراز باشد. من رو شما میبیند. با این خاطر این حرفا رو گفتم که در فرزندای من شکست نفسی است. آنها ارکه نیستند. خب بگذاریم ماجرای محراب. و یکی از فرزندان دیگرم دخترشم ختم مکتب داشت. کاری محراب چی شد؟ بالاخره خودش سپرد. واسطه بازی کرد؟ نه نشد. نه. شما شاید باور نکنید، من باور میکنم. در طول 6 سالی که دانشگاه را به پایان رساند، همگی یک بار رفتم. دیگر نرفتم. یک بار به خاطر دیگر نفر رفتم. به خاطر فرزندم نه. دخترها چی؟ به خاطر دخترهایم رفتم یک بار. در دانشگاهشون چاره‌بینی نوروزی بود، اونجا برآمد کردم. رایگان؟ بله رایگان سرود خواندم. خب یکی از فرزندانم ختم مکتب داشت و طبیعی است که هر یک پدر یا مادر می رود، چون همسرم مصروف کارهای خانه بود و به من گفت که شما را
و من از روی هوا و هوس آن وقت خیلی با جوانتر بودم و رفتم نزدیک سوم مرکز گل خریدم. 99 دانه بود به فکرم. گل خریدم، گل‌های صدبرگی سرخ. خواستم خوشحالش کنم. من فکر کردم که او خیلی خوشحال می شود. خرسند در داخل ماشین همراه یکی از رفیقانم رفتیم و گل‌ها رو دست رفیقم دادم و وارد مکتب شدیم. دخترچه ما رو دیده است از دور. یکی می‌بینم رو برای ما یک نفر دویده آمده ایستاده است. او فهمید که گل‌ها برای اوست. آیسته مرا کنار برد. گفت دادا، گفتم لبای شما مرا تبریک کنی آمده؟ گفتم که ها. این گل‌ها برای من است. چند دانه؟ گفتم 99 دانه. گل‌های زیبا. معقول نشد که نه معقول شد. خوشرو شما می‌خواهید که در حضور همه استادا و دوگانه هایم هم صفایم به من دید؟ گفتم بله. باز دورتر رفتیم. بعد گفت که یک بار طرف دیگر را دیتیلو همین عیناً هم خیلی گفت نگاه کنید در دستشان چی دارن. نگاه کردم گل‌های خیلی کوچک 3 دانه یا 5 دانه همین خیلی. من حیران موندم راستی اون وقت. میدونید یک حالتی عجیب و غریب افتادم. گفتم این کودک چی میخواهد؟ من برای این گل آوردم. او قدر گل زیاد آوردم. معقول نشد. با گل‌ها رو نگاه میکنم یک باری دیگر. گفتم شاید معقول نشده باشد. بعد گفتم چی میخواهی؟ برات افتخار میشود. ببین اصلا از زیبا. که من زیبایی رو نمیخواهم. گفتم برای چی؟ گفت که به عزت نفس دیگران میرسد. شما اگر مرا خوشحال کردنی باشه یک دانه گیرید به همه تقسیم کنید. در نهایت همین کارو کردیم. گفت من نمیخوام از دیگرها فرق کننده باشم. من همراه همینها خواندم. همراه همینها بزرگ شدم. ما یک جویه در آشخانه خوراک میخوردیم، یک پیاله چای، یک بردن نان را با هم تقسیم میکردیم. تحسین. امروز چگونه میشد که من با یک گلدسته کلان از اینجا من بیرون میشم، ایشان نه. فقط گفت نمیخوام به عزت نفسشون برسد. همین کاری که ما میکنیم داده کاری نادرست است. اصلا اهل خانواده من به برنامه کنسرتی من خیلی کم میروند. به یک برنامه کنسرتی هم که باید در تالار فیلارمونیا برگزار میشد دعوت کردم. با زوری، با تهدید، با ترساندن که بیاید اشتراک کنید قوت دلی ما شاید. خوب همه آمدن. چند نفر؟ 4 نفر از اهل خانواده هم شرکت کردن. دیدم که در تالار نشستن 3 نفرش. یک نفرش رو ندیدم. گفتم اینش برای چی نآمده است؟ یکم بستی کنسرت با پایان رسید و یک نفر رو روان کردم که پسرم رو دعوت کند. آمد. گفتم خواهرت کجاست؟ چرا شرکت نکرده است در برنامه؟ گفت خانه رفت. گفتم حالتش خوب است؟ سلامتش خوب است؟ یگون گپ شد که نه. بعد چی شد؟ میگه بلیتش رو به کسی داده است. اعتبار ندادم. خانه آمدم. گفتم نبودن تو احساس شد میبودی برنامه خوب بود. گفت که هیچ گم نگفت. نبودن من باعث خوشبختی یک کسی دیگر شدگی است. گفتم چی میگوی محمد دانا؟ گفت که من در بیرون بودم، یک زن از غرم بوده است، بلیت نرسیده است. گفت است که من از غرم اومدم، گریه داشته است. میگه بلیت ما به همون دادم داده. من شما رو هر روز میبینم در خانه. همین خیلی گفت که وای خرسند شد. به حد کاری خوب کرده است. کاری خوب. عجب. زیاد جان یک چیزی بسرا که خوشحال بشویم صدایت رو بشنویم. بعد یک سوالی دیگر پیشکش میکنم. سوالی جنبستی. اصلا که از من شما ترانه خوشحال کننده نمیشنوید، لیکن کوشش میکنم. من دوست دارم اون ترانه های آرام و ترانه هایی که زندگی رو فرا میگیرند. گوه انسان از خوشحالی هم خسته میشود. بله شما این چیز رو احساس کردید. خوشحالی هم به دل میزنه. درست. مهربانی هم به دل میزنه. میخواهی این زیبا بروی. انسان ها خیلی عجیبند آرزو. مهربانی میکنی بعد آخر الامر به خلاصه میان که تو قرضدار هستی. باید همینطور باشه. باید تو مهربانی کنی. باید آرزو مثلا هر روز برایشون یک چیز پیشنهاد کند، نمیدونم یا شهرت، هر روز برای او یک تیکه نان دهد، عادت میشد. بعد
مهربانی های ناجا کمتر از آزار نیست. همه چیز حد و اندازه داشته است. درست است. در زندگی اصلا هر چی که به سر ما میآید این همون عکس خود ماست که در آینه میبینیم. همین خیال نیست؟ بله. همون کار و عمل هایی که ما در زندگی به انجام میرسونیم. اصلا زیاد خوبه، اصلا زیاد نرم دیلیم که باعث میشود که استفاده برن. درست. باعث میشود که چیزی از تو بگیرن و بعداً مثل یک کالا و پرتاب بپرتویند تو را از بحر تو خیلی ساده و آسان بگذرن. من میخوام برنامه کنسرتی هم را امسال راه اندازی کنم. عین حال سری 15 سرود قرار دارم. ترانه‌های نو است. لیکن کدامش از من برای شما اینجا اجرا کنم. یک شب گفتم خدا را تا تو را بر من رساند، این ندا آمد به گوشم، آن که عشقش را طلب داری ز من، یاری دیگر را طلب دارد. اوه افسوس دیگری را دوست می دارد. ای درد دامنی مرا رها کن، ای بخت یاری رفته را صدا کن، ای غم از تو میخواهم گریزم، ای عشق زندگی را پر جلا کن، ای یار در نصیب من نباشی، الله روزگارش را سیاه کن. شعر خودت است. رنگ مامای عرفه دعای سخت. خیلی جالب بود. این تیکه از ترانه‌های جدید. من میتونستم که زیباتر بخونم، لیکن قبلا دیروز هم وقت صحبت گفتم که کنسرت کدوم؟ شاید ماه اکتبر، اگر ماه اکتبر فرصت پیدا نکردیم حتما پیش از سال نو می شود. منتظر میمانیم. و این سوال دستبند کی هدیه کرد و چی رمز استین؟ یک رمز و راز نهفته است در این دستبند. زندگی آرزو که و از جنسی چیست؟ رمز و راز است. فکر میکند که تمام زندگی انسان ها اسرارآمیز پر از رمز و راز است. چه کد دارد؟ خب هیچ کد ندارد. با فکر شما شهرت جان این را کی به من هدیه کرده است؟ من شهرت چندی سال ندیدم. همین خیلی ساده است. اصلا آدمای مینیاتور نی خراب کو، خطو قدر خراب نیستی، مسکولات دم کرده است، یک خیل به تغییر میمونن. یک توصیه، اگر موی سرت رنگ کنی که خیلی جوان به نظر میرسی. و بهترین نوارهای مرا وقتی که در سفینه تحت عنوان قصه های بارانی یا برنامه دیگری شهرت جان نوار برداری میکنه. شهرت جان با تو کی تو مخلص امام جان؟ منم با هم فکر میکنم یگان مادر یگان مخلصتون براتون. مادر یا مخلص؟ بله. شما هم در این فکر هستید؟ به نظر من ممکن است من فکرم رو شما اصلا آخر از اجازه شما چون زمام سخنوری رو به دست گرفتید دختر کی درست گفت؟ امام، شهرت یا آرزو؟ آرزو را در دل خود زنده دار تا نگردی سبزه خاکی مزار. از دخترتان است؟ بله. عجب. سپاس به دختر ضیاءالدین. برق و زر و دوست نمیدارم، ولی هرچی مالی که از فرزندان میرسد کوچکترینش را من به بر میکنم، برای من عزیز است. درست است. یک عزیز چوبیش رو هم دارم. یک مهره دختر من هم برای من هدیه کرد در زادروزم که آنجا پدر نوشته شده بود. در هر یک دانه مهره پدر جان نوشته شده بود و در ماشین پیشینه چندین سال قبل آویزان بود همین گونه. وقتی که ماشین رو فروختم، اولین ماشین رو فروختم، فقط از داخل اون ماشین مهره رو گرفتم.
در ماشین دوم آویختم، ماشین دوم رو فروختم، در ماشین سوم همین گونه فقط من از ماشین ها مهره رو میگیرم و ماشین رو میدهم میرود. مهره تا هنوز هست در ماشین من، حالی بچه ها من با شما نشان میدم. زیا جان نهایت سپاس، بسیار بچه خدا دادی، بسیار مرد خدا داد است زیا. یک روز یک مرد صاحب منصب و نامدار به ناحیه عینی می رود، اونجا ازدحام مردم جمع آمدند و دارند گلیم های سرخی ایدانه را دراز می پرتایند. این آدم بالا مقام حیران میشد، میگوید که کی می آمده باشد؟ شاید یک نفر از آدمان بلندپایه، از آدمان مقامدار شاید بیاید که اینقدر مردم تردد میبینند، کوچه ها را تمیز میکنند، قالی های گلداری سرخی قرمز را زیر پا میافکنند. کی می آمده باشد؟ شاید یگان هیئت بیاید از حساب مقامداران. و نه، کسی نآمد، هیئت نآمد، هیچ یک انسانی بالا مقامی نآمد. ضیاءالدین نورزاد آمد. همه این آماده بینی ها و فرش قرمز پرتایی ها و پذیرایی ها و تمیزسازی کوچه و خیابان ها همه به خاطر ضیاءالدین بود. این افسانه نیست، این حقیقت است. یعنی من برای چی گفتم که مردی خدا داد است. صحبت را اینجا به انجام رسانیم و صحبت های بعدی ما را باز با ضیاءالدین جان منتظر باشید. آرزو جان سلامت باشید دوستی عزیز، برادر ارجمند. اگر کوتاهی خطایی وقت صحبت از من گذشت عذر بسیار. هیچی نبود. و از بچه ها تشکر برای ثبت نوار از شورا جان و امام علی جان. سپاس بچه ها، خداحافظی میکنیم. همیشه ظفرمند و شاد و پیروز باشید. خیر.